سلام، وقتتون بخیر باشه. من محمد مرزبانی هستم، سرپرست گروه طراحی الیزه. جلسه 12 دوره جامع آموزشی 3D Max رو با هم دیگه آغاز میکنیم. مطابق جلسات پیشین پیشنهاد میکنم حتما به سایت بنده مراجعه بکنید و از مابقی آموزش‌های تخصصی و رایگان بنده نیز استفاده کنید. بریم با هم دیگه جلسه 12 رو شروع بکنیم که جلسه ادیت پلیه. کمی بغرنج هست. بریم با هم دیگه شروع کنیم. خب، ادیت پلی یکی از بزرگترین و مهمترین مودیفایرهای 3D Max. بریم یک آبجکت میسازیم، یک پلن میسازیم، حالا با تعداد سگمنت بیشتر. میکشمش، F4 رو میزنم سگمنتاشو ببینم. الان این یک پلن. من اگر بخوام اینو حجاریش بکنم، یعنی بیام از توی مثلا این گچ بزرگ یک مثلا صورت بکشم بیرون، یک مثلا قوری بکشم بیرون، باید حجاریش بکنم دیگه، باید روش کار بکنم، بتراشمش. ابزاری که این کار رو انجام میده ادیت پلیه. این ادیت پلی برای ما مهندسین معمار اونجوری که مدلیتورها و سیمولیتورها کار میکنن به درد ما نمیخوره. خب اونا میاد کاراکتر باهاش میسازن، کاراکترهای مثلا شرک رو میاد باش مدل سازی، با همین مدل سازی میگیره میسازه. آیا ما میخوایم کاراکتر بسازیم؟ نه، ما میخوایم آبجکت بسازیم. و یا نهایت کاری که من خودم انصافا به عنوان یک کسی که دارم کارم این هست، من نه مدل ساختم نه آبجکت ساختم، هیچ کدوم از اینا رو نساختم، ولی به شدت این اتفاق افتاده که آبجکت و یا کاراکتر رو اصلاحش کردم، ادپتش کردم با پروژم. پس باید کار با ادیت پلی رو من بدونم دیگه. پس باید کار کردن با این ابزار رو تا حدی بدونم که بتونم آخه این میزی که گذاشتیم اینجا یه وقت شما میبینید بزرگه، چیکار بکنیم؟ اسکیلش بکنیم که بد میشه، خراب میشه. پس باید بریم تو دلش ادیت پلی و از استراکچر کار رو درست بکنیم و ادپتش بکنیم. خب اینو دو راه وجود داره که شما این آبجکت رو که پلنه تبدیلش بکنید به ادیت پلی. یعنی بیایید در قسمت مودیفایرها و از اینجا مودیفایر لیست مودیفایر ادیت پلی رو استفادهش بکنید، بهش بگید آقا تو یک پلن هستی اولش، ولی از الان به بعد دیگه ما تو رو به عنوان یک ادیت پلی میشناسیم. میتونیم نادیده بگیریم یا پاک کنیم این ادیت پلی رو بعداً هر کاری که کردیم و برگرده به پلن. ولی تا وقتی که این مودیفایر رو بهش تخصیص دادیم، این یک پلن نیست دیگه، این ادیت پلیه. راه حل دومش اینه که ما بیایم مثلا یک پلن درست بکنیم یا باکس یا هر چیز دیگه درست بکنیم، راست کلیک بکنیم روش، بگیم convert to، یعنی عوض شو به عنوان یک ادیت پلی. این دیگه کلا فلزش میشه ادیت پلی، دیگه باکس نیست، دیگه پلن نیست، دیگه اسفر نیست، هیچی نیست. این کلا تبدیل میشه به یک ادیت پلی. حالا فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که اولا ادیت پلی کانورت میکنیم یک کوچولو ابزارهای بیشتری داره که من اصلا محسوس نیست برای ما. دو اینکه ولی من کلا پیشنهاد میکنم بیایید در مودیفایر بهش ادیت پلی تخصیص بدید. خب برای اینکه هر کاری بکنیم اشتباهی اینجا انجام بدیم، میتونیم پاکش بکنیم، میتونیم نادیدش بگیریم، هر اتفاقی بیفته جسم اصلیمون تغییری نمیکنه. بریم سراغ گزینه هاش. شما میتونید از اینجا همه رو ببندید، گزینه هایی که داره close all، open all. ببینید open all رو که بزنم همش باز میشه. خب edit poly mode، selection و soft selection. اول گزینه‌ای که ما میخوایم بررسیش بکنیم قسمت selection. شما در ادیت پلی چند چیز رو میتونید انتخاب بکنید. یکی ورتکس هاست. من اگر ورتکس رو انتخاب بکنم که میتونید برید تو ساب لول انتخاب بکنید، ورتکس رو بزنید، از اینجا هم میشه. من اگر ورتکس رو بزنم، ورتکس های این آبجکت رو من میتونم تغییر بدم، میتونم جا به جاش بکنم.
هر بلایی میتونم سرش بیارم. ببینید به چه صورت شد، میارمش پایین، میبرمش سمتش. یه سری تغییراتی رو من توی این اعمال کردم. کلید میانبرش هم 1. گزینه بعدی چیه؟ گزینه اج هست. کلید میانبرش 2. اگر ادیت پولی باشه من 2 رو بزنم این اج ها فعال میشه. میتونم استراکچر کار رو بکشم، تغییرش بدم، هر بلایی میتونم سرش بیارم. ببینید. خب گزینه بعدی چیه؟ گزینه بوردر هست. بوردر در بسیاری از مواقع به درد ما نمیخوره. به صورت یک خط منحنی یک پارچه رو برای شما سلکت میکنه. میریم سراغ پلیگان. پلیگان خیلی مهمه. میتونم فیس کار رو انتخاب بکنم. توجه داشته باشید این فیس یک رو داره، یک زیر داره. روش همیشه به سمت قرمز شفافه، پشتش همیشه به صورت قرمز ماته، قرمز تیره است، کدره. خب پس همیشه بدونید یک فیس رو که انتخاب میکنید یک رو داره، یک پشت داره. گزینه 4 و گزینه 5 المنته. شما میتونید این المنت رو اگر این فعال باشه به صورت کلی انتخاب بکنید. چه فرقی میکنه من اینو به صورت کلی انتخاب بکنم یا نه بیام از بیرون از تاپ لول اینو به صورت کلی انتخابش بکنم؟ ببینید اگه من بیام تو تاپ لول اینو چه فرقی میکنه؟ نه، بعضی موقع میشه که یک ادیت پولی شامل یک خودکاره، یه ادیت پولی دیگر رو اومدم به عنوان در خودکار ضمیمش کردم، یک ادیت پولی دیگه به عنوان یک حالا سری خودکار آوردم گذاشتم اینجا، بعد اینا همه رو با هم دیگه اتچشون کردم شده خودکار. خب ولی اگر من المنت رو بزنم میتونم به صورت مستقل در خودکار رو سلکت بکنم، حالا هر بلایی سرش بیارم. میتونم بدنه رو سلکت بکنم، میتونم این خودکار درش رو سلکت بکنم و بیارم تغییر بدم، بیارم بیرون، هر کاری بکنم. پس اینجوری نیست که همیشه مثل این صفحه پلنی که ما داریم نگاه میکنیم المنت ادیت پولی ما یه المنت داشته باشه. نه، ممکن 10 تا ممکن 100 تا المنت داشته باشه. اینم از این. حالا گزینه هایی که داریم وقتی شما اینو انتخابش میکنید، خب یک سری گزینه به شما پیشنهاد میده. از اینجاش گزینه که پیشنهاد میده به شما چیه؟ مثلا اگر شرینک رو بزنید یا گرو رو بزنید، من این رو انتخابش میکنم، گرو رو میزنم. ببینید ورتکس های کناریش هم برای من انتخاب کرد. گرو یعنی رشد دادن. بازم گرو رو میزنم، باز هم رفت ورتکس های بیشتری رو انتخاب کرد. شما اگر ما یه کره با هم دیگه بسازیم، بیاد از این بیایم بیرون، یک کره رو انتخاب بکنیم و اینو یه دونه ادیت پولی بهش بدیم. من اگر یه دونه از اینا رو انتخاب بکنم، گرو رو بزنم، میبینید داره همینجور ورتکس های بیشتری از دور و بر خودش رو سلکت میکنه. این به دردتون میخوره ها. و یا اگر برم سراغ فیس، این فیس رو انتخاب بکنم یا همون پلیگان رو انتخاب بکنم، گرو رو بزنم، ببینید داره رشد پیدا میکنه. شرینک رو بزنم، همون رشد کنسل میشه، کمتر و کمتر میشه. خیلی وقتا پیش میاد شما مثلا یه دونه رو انتخاب میکنید و دورش هم میخواید دیگه تک تکشو با دست نمیاد انتخاب بکنید، چه کاریه؟ یه دونه رو میزنید، گرو رو میزنید، هر چقدر که پیشرفت بکنه شما استفادهش میکنید. گزینه بعدی بای ورتکس هست. اگر شما روی فیس باشید یا پلیگان باشید، تیک بای ورتکس رو بزنید، دیگه فیس ها رو نمیتونید انتخاب بکنید. ولی اگر برید سراغ گره ها، گره رو انتخاب بکنید، هر آن چیزی که چسبیده به هر پلیگانی که چسبیده باشه به اون ورتکس برای شما انتخاب میشه. ببینید من این ورتکس اینو، حالا من کنترلم میگیرم اینم میزنم، کنترل میگیرم اینو با هم میزنم. اینم یک سری شیوه سلکشن هستش که میتونید با زدن تیک ورتکس ازش استفاده کنید.
گزینه بعدی که میتونیم ازش استفاده کنیم رینگ و لوپ هست. من میام در قسمت اج یه دونه از این خطا رو انتخاب میکنم. این خیلی مهمه، در معماری ما با طراحی داخلی خیلی از این استفاده میکنیم. یه دونه از اینا رو انتخاب میکنم، دکمه رینگ رو میزنم، یک رینگی برای من انتخاب میکنه از این ایجه هایی که کنارش هست. مجدد اینو انتخاب میکنم، میام لوپ رو میزنم. لوپ اومد تمام این ایج هایی که در مسیرش بود، در راستاش بود رو انتخاب کرد. پس خیلی به درد ما میخوره دیگه این سلکشن اتوماتیکش. گزینه بعدی که میتونیم بررسیش بکنیم قسمت سافت سلکشن هست. خب من گفتم که میام چیکار میکنم؟ میام یک فیس رو انتخاب میکنم در قسمت سلکشن. یه فیس برای من انتخاب میشه، میکشمش بیرون. ببینید به چه صورت میاد بیرون. ببینید در تا اینو میکشمش بیرون، مثل دماغ زد بیرون، فقط خودش زد بیرون. اگر من میخوام این نرم بیاد بیرون چیکار باید بکنم؟ میرم تو قسمت سافت سلکشن، یوز سافت سلکشن رو فعال میکنم. ببینید اینجا محیط دورش شد نارنجی و یا قرمز. خب یه ذره دورتر میریم شد نارنجی، یه ذره دورتر شد زرد، سبز، آبی و نهایتا سفید. هر کدوم از این طیفا داره میگه که شدت بیرون اومدگی این المان های دور و برش چقدر باشه. خب خیلی به درد میخوره دیگه. الان که دیگه بکشمش بیرون مثل اون دماغه نمیاد بیرون خودش به صورت تنهایی. حالا من این سافت سلکشن رو میتونم بیام میزانش رو کمتر و بیشتر بکنم. ببینید دارم با عدد فالاف بازی میکنم، یعنی که اگه هر چیزی که نزدیک این خدمت شما عرض کنم که این مربع من باشه، مربعی که سلکت کردم باشه، به صورت نرم باهاش میاد بیرون. نگاه بکنید این کار چه به درد ما معمارها میخوره. در فضای داریم یک فضای سبز رو، یه لندسکیپ رو مدل میکنیم و کف اون توپوگرافی که مدل کردیم تبدیلش میکنیم به ادیت پلی. ادیت پلیش که کردیم مشتر دیگه. به وسیله این ابزار ما میتونیم اون سطح منحنیمون رو خلل و فرج‌هایی براش ایجاد بکنیم. حالا به هر دلیل شاید ما نیاز داشته باشیم یه مقداری یه جا تو رفتگی ایجاد شه که یه برکه‌ای رو مدل سازی بکنیم. مثلا یک باغ ژاپنی می‌خوایم درست بکنیم. خب با چه ابزاری می‌خوایم استفاده کنیم؟ همین ابزار دیگه. بریم ادامه کار. حالا در قسمت بابل شما میتونید یک سری تغییرات توی این بیرون اومدگی و تو رفتگی و اینا بدید. خیلی کاربردی من ندیدم ازش. یعنی میتونید یه کاری بکنید که این این چیزی که انتخاب کردید، این پلیگانی که انتخاب کردید خودش داخلتر بمونه تا اون چیزی که اطرافش بیرونتر بزنه. این دیگه کاربرد واقعا معماری من ندیدم توش. نمیدونم شاید شما بتونید ازش استفاده بکنید. مطابق با این طرح در میاد دیگه. شما میتونید باش کار بکنید و یادش بگیرید. خب بریم هر کدوم از این ورتکس، اج، المنت و ما هر چی که هست رو ادیتشون رو یاد بگیریم، ببینیم به چه صورت هست. میریم با یک باکسی میکشیم با سگمنت های مناسب و میریم یک ادیت پولی رو بهش نسبت میدیم. ادیت پولی رو گذاشتم اینجا دیگه. خاطرتون هست که میومدیم در این قسمت کانفیگور مودیفایر ستس و از اینجا میومدیم مینداختیم توی این باکس ها، تعدادش هم با این کم و زیاد میکردیم و اگه کدوم هم نمیخواستیم مثلا ادیتمنتش رو نمیخوایم میندازیم اینجا. چی رو میخوایم؟ ویندو مثلا رو میخوایم. خب میندازیم اینجا، کاری نداشت. با این گزینه کاری نداریم. بریم ورتکس. اول از ورتکس رو شروع بکنیم. ادیت ورتکس. وقتی ورتکس یک رو زدم رفته ورتکس رو در ساب لول انتخاب کرده، یک رو بزنم همین میشه ادیت اج، ادیت بوردرز. 4 رو زدم شد ادیت پولیگانز و 5 رو زدم شد ادیت الیمنتس. پس من اگه روی یک هستم در ادیت ورتکسه.
خب کاری که ما میتونیم بکنیم چیه؟ میگم یه ورتکس رو انتخاب کنیم، دلتش میکنیم. چی میشه؟ فاجعه پیش میاد. ببینید شکلمون به هم میره. چیکار میتونیم بکنیم برای اینکه ما ریخت و قیافه یک ورتکسی که به فرض نمیخوایم رو نبینیم، مثلا نداشته باشیمش؟ اولا من یک چیزی رو بیام اینجا بهتون بگم که اینکه ببینید شما وقتی یه ورتکس رو انتخاب میکنید، مثلا من این ورتکس رو انتخاب کردم، پشتش هم نگاه بکنید، حالا یه بخاطر با وسعت بیشتری رو انتخاب بکنم، پشتش هم نگاه بکنید میبینید یک یا دو تا ورتکس رو انتخاب کرده. اگه تیک بک فیس رو بزنید پشتی ها رو دیگه انتخاب نمیکنه، فقط همین رو انتخاب میکنه. مثلا نگاه بکنید یا من میام میگم که اینا رو انتخاب بکن، اینو انتخاب بکن، دیگه از پایین انتخابش خبری نیست. میذارم فعال باشه. بریم سراغ کار خودمون. edit vertex. گفتیم که یکی از این ورتکس ها رو من نمیخوام داشته باشم به هر دلیلی، نمیتونم دلتش بکنم دیگه، این ریختی میشه. میام ریموو رو میزنم، پاک شد. ببینید به این صورت. بریک، این ورتکس هم انتخابش میکنم، بریک رو میزنم، تبدیل میشه به دو تا ورتکس، یکی واسه این وری یکی واسه اون وری. خب من میام مجدد یکی از این ورتکس ها رو انتخاب میکنم، میکشمش این ور، میکشم این ور، این ورتکس هم میکشم این ور، یه دونه داد به چهار طرفش یه ورتکس داد. میبینید به چهار طرف خودش یه ورتکس داد. حالا من اینا رو انتخاب میکنم، نزدیک هم میکنمشون، اس رو میزنم اسنپ فعال بشه، میارم نزدیک، همه رو با هم انتخاب میکنم، ولد رو میزنم. الان دیگه چند تا ورتکس نیست، یه ورتکسه. ولد یعنی جوش دادن دیگه. حالا اگه اینو بزنید به ولدتون میتونید بگید که اگر این نقطه تا این نقطه مثلا 1 سانتیمتر فاصله داشته باشه بچسبونشون به هم. نه این نقطه با این نقطه اگر 1 متر فاصله داشت هم باز بچسبون، جوششون بده به هم دیگه. یه وقت میگیم نه این نقطه اگر با این نقطه 1 میلیمتر فاصله داشت بیا بچسبون به هم. هر چقدر کمتر باشه دقتش بیشتر میشه. پس اینجا میتونید اون مقداری که میتونید روی اتفاقا 1 میلیمتر هم به صورت پیش‌فرضشه، یعنی اگر من اینو انتخاب بکنم اینجا باشه بریکش بکنم و اینجا باشه اینا رو انتخاب بکنم، این ولد نمیشه با هم دیگه. میبینی حتما باید بیان نزدیکیش تا این ولد صورت بگیره. مثلا انتخاب میکنم و ولد. گزینه دیگه چیه؟ گزینه دیگه یه دونه از اینا رو انتخاب میکنم، اکسترود، مربع کنارش میزنم، تنظیماتش برای من باز میشه. ببینید اکسترود دو تا گزینه داره، یا اون نقطه رو میکشه بالا و اطرافش هم حالا تغییراتی میده، میتونیم بکشیم پایین. ببینید ما الان یه کاری میکنیم، اوکی میکنم، اگر این گزینه رو بزنم مجدد اکسترود رو بزنم، مربع کناری رو بزنم، همون تنظیمات واسه اینجا هم میاد. اینا رو انتخاب میکنم، اوکی رو میزنم و کار انجام میشه. حالا اگه اینو از ادیت پولی خارج بشیم، بیام یه مش اسموث بدم به کار، مودیفایری داریم که الان هم یادش میگیریم دیگه، کاری که میکنه نرم میکنه کلا مش ما رو. حالا میزانش زیاد شد، مثلا ما برید کار رو تقریبا نرم کرد. پاکش میکنم، با همین سیستم میان لمس کوبی های روی موب رو مدل میکنن. شما یه وقت میبینید توی طراحی داخلیتون یک دیوار، یک خدمت شما دربی دارید، البته آبجکت های آمادش هست. واقعیت من خودم هیچ وقت لمس کوبی رو خودم مدل نکردم، چون آبجکت های آمادش هست، میتونید کنار هم دیگه بچینید و از افکتی تو
استفاده بکنید و حالا هر ابعادی که بخواید اندازه رو در بیارید. ولی اگه احیانا یه جایی بود که نتونستید از آبجکت آماده استفاده کنید، مثلا رو در رو خواستید لمس کوبی بزنید، بیاید از این شیوه استفاده بکنید. مجددا میرم تو ادیت پلی، یک رو میزنم بره تو ورتکس و میام قسمت ادیت ورتکس. چیزی که میمونه چمفر، انتخابش میکنم چند تا رو، چمفر رو مربع کناری رو میزنم، با ابزارش کار میکنم ببینم چه اتفاقی میفته. نگاه بکنید تعداد ورتکساش رو زیاد میکنه. برمی داره این یه تیکه رو که ما تغییرات روش اعمال کردیم و گزینه دیگه. گزینه بعدی تارگت ویلد هست. کاری که میکنه میاد این ورتکس با این ورتکس رو جوش میده. البته باید همو ببینن، اینو با هم دیگه جوش میده. نمیتونید به صورت مورب برید، باید حتما به صورت در دیدش باشه، نه به صورت مورب باشه. اینا رو با هم دیگه ویلد میده. حالا به جای خودش خیلی مواقع میتونه به درد ما بخوره. گزینه بعدی کانکت هست. شما میتونید مشروط بر اینکه این ورتکس ها در موازات هم دیگه، در خدمت شما عرض کنم که روبروی هم باشن به این صورت مورب، میتونید کانکتشون بکنید. نه اینکه دقیقاً روبروش باشن و توی یه راستا نباید باشن. از رو خط هم رد نمیشه. یعنی من بخوام اینو به این ویلد بکنم، به این کانکت بکنم، کانکت نمیزنه. حتما اصولش رو رعایت بکنید. این نقطه به این نقطه کانکت میشه. اینم از بحث کانکت. خب بخش خط چیکار میکنه؟ به باکسی میکشیم، میاریمش بالا، با تعداد سگمنتش کمتر بکنیم. مثلا میکنیم 3x3. خوبه. همینو من میام یک مودیفایر ادیت پلی بهش میدم، میرم در قسمت خط یا همون اج. میام در قسمت پایین میبینیم که ادیت اج ظاهر شد برای ما. کاری که چیزای مهمشو من به شما میگم، مثل نقطه دیگه اگه ریموو رو بزنیم، اگه من یه دونه از اینا رو سلکت بکنم ریموو رو بزنم، اون خط رو برای من پاکش میکنه. ولی اگر من همین خط سلکت بشه دیلیت رو بزنم، این بلا سرش میاد و ما نمیخوایم. بعضی وقت برمیگردم اینسرت ورتکس، من میتونم دستی به این ورتکس اضافه کنم، به این خط. حالا به تبع پایینش هم میتونم ورتکس اضافه کنم و حالا اینا رو با create بچسبونم به هم دیگه. میتونیم از این create استفاده بکنیم و این خط رو بچسبونیم به این نقطه رو بچسبونیم به این نقطه. به این صورت میتونیم انجام بدیم و بریم ادامهش. چمفر داریم، من میتونم این خط رو بگیرم و این رو هم بگیرم، چمفرش بکنم مثل نقطه. تنظیمات خودشو داره. میتونید به سمت داخل هم برید تا مثلا شبیه سازی کابینت رو هم انجام بدید. البته تو چمفر خیلی نمیتونید شبیه سازی کابینت رو انجام بدید، فقط دورا رو فیلت میزنید، فیلت و یا چمفر دیگه، حالا بسته به اون تقاضایی که دارید. ببینید تمام تنظیماتی که قبلا توی چمفر مودیفایر چمفر با هم دیگه بررسیش کردیم اینجا هم داره. خب پس همه رو میتونید اینجا هم اجرا کنید. میتونید گوشه‌ها رو بردارید، همه چی بره، فقط گوشه‌ها بمونه. آخه اولش قدیما فقط توی ادیت پلی شما میتونستید از چمفر استفاده بکنید، ولی حالا بعداً خود اون چمفر رو به صورت یک مودیفایر مستقل آوردن که میتونید استفاده کنید. حالا در داخل ادیت پلی هم هست دیگه، میتونید ازش استفاده کنید. میایم حالا سگمنت های دیگر انتخاب میکنیم، اج های دیگر انتخاب میکنیم. گزینه اکسترود رو میزنیم. اکسترود رو که بزنیم به سمت بیرون و به سمت تو. من به سمت بیرون فعلا میارمش و میزانش رو بیشتر میکنم. ببینید به چه صورت شد. حالا همین رو میبرم منفیش میکنم، کمش میکنم. اینجوری میتونید مثلا با یک هش، با یک مکعب شما میتونید مثلا کابینتاتون رو مدل بکنید. دراشو به این صورت بین هر کدوم از اون درها فاصله بدید. ولی من مثلا پیشنهاد نمیکنم بیاید
وارد فضای ادیت پولی بشید برای ساختن اجسام پیچیده مثلا مثل کابینت. خب بیاید درگیر اینا. کابینت اصلا خودش یه پلاگین داره که برای شما تمام این کارا رو انجام میده. این چیزایی هم که ما داریم بررسی با هم دیگه میکنیم صرفا به خاطر اینکه در زمان خاص بتونیم یک ادیتی، یک تغییری روی کارمون انجام میدیم، نه اینکه بیایم یک ادیت پولی کار بشیم، بیایم یک مدلیتور بشیم. وقتمون رو میگیره دیگه، اصلا اون یه تخصص دیگه. میتونید کار رو به این صورت بیایید اکسترود به منفی یا مثبت بزنید، حالا مقداری بیاریدش بیرون که به این صورت بشه. اوکی رو میزنم، میریم گزینه بعدی بریج. من باید این قسمت رو پاکش بکنم تا با هم دیگه بررسی کنیم. زیر کار خالی میشه. چرا سیاه توش؟ من میخوام نورم درست حسابی دیده بشه. گفتیم چیکار میکنیم؟ میریم توی استاندارد، اکتیو ویوپورت سیتینگ و گزینه قسمت دیفالت لایت رو میذارم تو دیفالت لایتس. توش هم روشن میشه برای ما. دو تا نور رو فعال کنه که توی کارتونم به صورت روشن دیده بشه. حالا کاری که میتونیم بکنیم چیه؟ این بریج چیکار میکنه؟ من این اج رو میگیرم، کنترل میگیرم، این اج رو هم میگیرم، بریج رو میزنم. ببینید بریج رو این مربعش رو بزنید تنظیماتش میاد. حالا تنظیماتش داخلش میگه حالا من این بریج تو چند تا ورتکس، چند تا اج بزنم بهش و یا تنظیمات دیگه که میتونید ازش استفاده بکنید. قسمت کانکت ببینید شما دو تا اج رو میگیرید، این و این بالایش. خب میگید دکمه کانکت رو کناریش رو میزنید، زده 1 2 3 4 هر چقدر که بخواید براتون کانکشن ایجاد میکنه در کار. این موضوعی که بسیار به دردتون میخوره در معماری، اینو حتما در نظر داشته باشید که خیلی کاربرد داره. فاصله هاشون رو کم و زیاد میکنید، فضاشون رو جابجا، ولی ترجیحاً این دوتا صفر باشه خیلی بهتره دیگه، چون این به فواصل مساوی تقسیمش میکنه. خب مهمترین موضوع بخش اج این قسمت هست، Create Shapes. من دور تا دور کار رو مثلا این یه دونه رو گرفتم، بریم لوپش رو بزنیم، کل مسیر رو گرفت. دوباره این و این و این رو هم میزنم، لوپ رو میزنم، دور تا دور کار رو برای ما گرفت. این یه تیکه رو نگرفت به دلیل اینکه ما تغییرات داریم. بیاید پاکش بکنم، اینو پاکش میکنم، کلا یه دونه مکعب دیگه میسازم، میام ادیت پولی بهش میدم، اجها رو انتخاب میکنم، یه دونه رو میگیرید، لوپ رو میزنید. اگر رینگ رو بزنید کل دورش رو انتخاب میکنه که اینو ما نمیخوایم. پس 1 2 3 و 4. حالا لوپ رو میزنید، تمام دایره رو برای ما انتخاب کرد، دورش انتخاب کرد. میایید قسمت پایین، مهمترین موضوع، یک setting داره create shape. میاد از این خطی که توش انتخاب کردیم یک شیپ میسازه، یک خط میسازه. من این اول بزنم، زده smooth linear. من اگر لینیر رو بزنم به صورت خط صاف، ولی اگر اسموت باشه گره ها رو به صورت حالا اون منحنی نشون میده. اول اسموت رو بزنید ببینید با هم دیگه چه بلایی سرش میاد. ببینید یه شیپ ساخت. اگر بیام تو تاپ لول ادیت پولی میتونم اینو انتخابش بکنم و تغییرات روش اعمال کنم. مثلا یه رینگی میخوایم بسازیم، یه نرده‌ای میخوایم بسازیم، خیلی کاربرد داره این، بالاخص توی طراحی سقف کاذب. خب اینو حالا چیکار رو باید کنیم؟ باید صاف بشه. یکو میزنم ورتکساش انتخاب بشه، همه رو سلکت میکنم، راست کلیک و کورنر. تازه تبدیل شد به اون فرمت لینیر. ببینید اینجا حالا من اینو پاکش میکنم، مجدد میرم انتخابش میکنم، اج رو میزنم و در قسمت create shape اگر انتخاب بکنم لینیر اوکی رو بزنم، به صورت خیلی صاف و درست برای من این کار رو انجام میده، نه منحنی. حالا میتونم بیارمش بالا یا هر کاری که مد نظرمه روش انجام بدم.
و بخش بسیار مهم و پرکاربرد و البته برای ما در کارهای معماری بخش پلیگان و یا همون فیس ها می‌بینیم ادیت پلی میدیم. این دفعه اینو تبدیل به کانورتش میکنیم ادیت پلی. فرقی نمیکنه جز اون فرق‌هایی که بهتون قبلا گفتم. فیس رو میزنیم یا پلیگان رو میزنیم. بریم خب این موارد رو ببینید. البته یه موضوعی من تو بک فیس به شما بگم که بک فیس که نگفتم، وقتی رو تک فیس کلیک میکنید، خب حالا چه ورتکس باشه، چه اج باشه، چه پلیگان باشه، هرچی، این صادقه، روی تکیش کلیک میکنید اتفاقی تو قسمت پشتش نمیافته. ولی وقتی شما میذار کیو رو میزنید یا سلکت آبجکت رو میزنید، درگ میکنید، پشتی هم انتخاب میشه. حالا این درگتون بیشتر باشه احتمالاً هر آن چیزی که در پشت بگیره هم سلکت میشه. حالا شما اگه بک فیس رو بزنید بیایید سلکت بکنید، پشتی ها درگ بکنید و سلکت بکنید پشتی ها انتخاب نمیشه. پس اینا خواستم بگم بدونید اگر به صورت تک کلیک بکنید پشتی انتخاب نمیشه. خب میریم سراغ گزینه هاش. اولندش که اینسرت ورتکس، من میتونم اینجا و اینجا ورتکس ایجاد کنم و به تب میاد برای من اج هاش هم انتخاب کنم. برمیگردم قسمت اکسترود که بزنیم، ستینگش رو بزنیم، سه تا گزینه میاد. اولی که به صورت، حالا بذارید من بالایش هم انتخاب بکنم، این در حالتیه که ما بذاریم رو قسمت گروپ با همدیگه اکسترودش میکنیم. ببینید این قسمت رو حالا پشتی هم انتخاب شده، نمیدونم چرا دیسلکتش میکنیم، دیسلکت میکنیم که فقط همین یه تیکر ببینم. خب من اکسترود رو میزنم میاد بالا. اگه اینو بذارم روی لوکال نورمال، بر اساس نورمالش میاد بالا. نورمال چیه؟ نورمال فلشیه که هر پلیگان به سمت اصلی خودش، به سمت وجه خودش داره نشون داده میشه، البته به صورت مجازی. شما میتونید یه کاری بکنید این نورمالاش هم ببینید ولی دلیلی نداره. مثلا نورمال این فیس کدومه؟ به این سمت دیگه، به این سمتی که دارم نشون میدم. نورمال این فیس کدومه؟ همین چیزی که اکسترود شده. حالا من وقتی این فیس و این فیس رو بگیرم به سمت نورمال خودشون اکسترود میشن. حالا میذارم بای پلیگان که بذارم هر کدومش به صورت مستقل برای من بالا میاد. ببینید یه کاری که میتونید بکنید اینه که اگر یک فیسی رو بگیرید، شیفت رو بگیرید و به صورت موو باشه دیگه، سلکشنتون به صورت موو باشه، شیفت رو بگیرید و محوری که میخواید رو تکون بدید به صورت اکسترود عمل میکنه. باز هم اکسترود میکنم یا مثلا این قسمت رو اکسترود میکنم، اینو اکسترود میکنم، اینو اکسترود میکنم و همینجوری میتونید شکلتون رو بست بدید. خب از قسمت اکسترود اینو انتخاب میکنم، آوتلاین رو میزنم. ببینیم این چه کاری میکنه. ببینید کار رو به صورت کلی وابسته به گره های اطرافش باز و بسته تر میکنه. گزینه بیول من اینو انتخابش میکنم، بیول رو میزنم، میزانش رو زیاد میکنم. بیول کاری که برای ما میکنه هم اکسترود میده هم پخ میزنه، خیلی به دردمون میخوره دیگه. باز هم میتونید اینو بر اساس لوکال نورمال پلیگان تغییرش بدید به این صورت دیگه، یا اگه به صورت گروپ باشه به این صورت میشه. پس هم پخ میزنه، پخ معکوس و پخ رو به بیرون دیگه. ببینید الان من پخ رو به بیرون دادم و اگر بیام اینو بذارم روی لوکال نورمالش، بر اساس نورمالش ببینید به چه صورت میشه. خب اینسرت گزینه بسیار بسیار مهم. من اینسرت رو میزنم، درونش یه فیس دوره میسازه. خب من کلیک میکنم، مجدد میرم همونطور که اکسترود شده سلکت اکسترود رو میزنم، مجدد میرم اینسرت رو میزنم، اکسترود کردیم، تیکش رو نزدیم، میام اینسرت رو میزنم مجدد، شیفت رو میگیرم میارمش بیرون، یه مقدار کوچیکش میکنم، اوکی رو میزنم، دوباره اکسترود رو میزنم. حالا این دفعه دیگه منفی میدم بهش. ببینید به چه صورت شد. چون میتونید مثلا دارید یه فلاور باکس برای روف گاردن مدل میکنید، کافیه چیکار بکنید؟ کافیه بیاید مثلا من بیام براتون
این موضوع رو این فرض کنید این فلاور باکس ماست. یک میام اینو ادیت پولی میزنم بهش، فیس روش رو انتخاب میکنم، این زرت رو میزنم، به اندازه مثلا چقدر، حالا یا قدری که اون ضخامت فلاور باکس ما باشه دیگه. بعد اینو اکسترود منفی بهش میدم. به راحتی شما فلاور باکس رو میدونم. حالا چیزی که قبلا بهتون گفتم آیدی رو یادتون هست، آیدی گفتیم که در موردش بیشتر توضیح میکنه. وقتی من این فیس رو انتخابش کردم میام بهش میگم آقا آقای فیس تو باش آیدی مثلا 2، کنترل آی رو میزنم به معنای اینورت، یعنی هر چی به غیر از تو صفحه‌ای که انتخاب کردم باشه آیدی 1. حالا وقتی یک متریالی انتخاب بکنم مثل بیاره مالتی ساب آبجکت بدم، بذارید بیارمش، مالتی ساب آبجکت رو بدم، میتونم بگم آقا تو یه متریالی باش، یک متریال باش که آیدی یکش این باشه، آیدی دوش این باشه و اونو تخصیص بدم به این. حالا در مورد متریال رو صحبت میکنیم. اینو تخصیصش بدم به این، شما به راحتی میتونید با یک آبجکت کفتون رو بزنید خاکی باشه، بدنه رو بزنید چوبی باشه، به عنوان مثال فلاور باکس. این پاکش میکنیم بریم ادامه انتخاب میکنیم فیس و فیلیپ ببینید خیلی وقتا خیلی کم پیش میاد که این الان همونجور که بهتون گفتم روی فیس قرمز شفافه و پشت فیس قرمز تیره است. بعضی وقتا میشه مدلی رو از توی راینو میارید داخل مکس و یا از درون اسکچاپ میارید، این به هم خورده این جریان، یعنی پشت فیس رو داره رو به ما نشون میده. چیکار بکنیم؟ به راحتی با این فیلیپ میتونید عوضش بکنید، اون فیس ها رو انتخاب بکنید و برشون گردونید بین حالت تیره شد، یعنی قبلا درست بوده پس برش میگردونم سر جای حالت عادیش. بریج، من این فیس رو انتخاب میکنم، فیس پایینیش هم انتخاب میکنم با هم، بریج رو میزنم توش رو خالی کرد. البته اینو بذارید یک شکل درست حسابی سرسام‌دارتر درست بکنید، مقداری به هم ریخته بود. میگم که این 5 تا خوبه، ادیت پولی بهش میدم، فیس رو انتخاب میکنم، این فیس رو یا مثلا این فیس رو با این فیس انتخاب میکنم، درست انتخاب کردم، آره. بریج رو میزنم توشو خرام حفره ایجاد کرد، خالی کرد و با تنظیماتی که داره دیگه میتونید مثلا این بریجتون تعداد دوباره اجهاش رو زیاد بکنید، کم بکنید، هر تنظیمات دیگه‌ای که داره. فیلیپ هم که توضیح دادیم، اون چیزی که به دردتون میخوره رو من بیاید بهتون، آیدی هم که و آیدی متریال هم بهتون گفتم، میتونید مثلا داخل این حفره‌ای که ایجاد شده رو بگید آقا تو باش متریال مثلا 3، تو باش متریال 3، آیدی متریال 3 و مثلا مابقیش باشه متریال 2، این دوتا فیس باشن یا مثلا این رینگ. ببینید چیکار کردم، یه دونه رو انتخاب کردم، کنترل رو نگه داشتم، یه دونه رو انتخاب میکنید، بعدی کنترل رو نگه میدارید، دو بار کلیک کنید، لوپش برای شما سلکت میشه. این لوپش میگم مثلا باش آیدی 1، پس این دالان توش شد آیدی 3، همه جا شد 1، این رینگ شد همه جا شد 2، این رینگ شد 1. به راحتی میتونید آیدی متریال رو تغییر بدید. اینجا خدمت شما عرض کنم اتچ و دتچ بسیار بسیار مهمه. شما خیلی وقتا پیش میاد که بذارید بعد نتون نشون بده، یه باکس دیگه میکشن، یه باکس دیگه میکشن. این باکس ها به صورت جدا جدا از هم هستن. میخوای به عنوان مثال یک پرینتر و یا یک کمد دیواری رو وقتی شما داخل 3D Max میکنید، مدل‌های خیلی حرفه‌ای وقتی واردش میکنید، کل این کمد دیواریه به صورت یه ادیت پولیه، به صورت کتاباش، چه میدونم
وسایل تزئینی تو کمد، شیشه‌اش، چوب کنارش، همش یک آبجکته. اومده اول اینو ساختتش، اول به صورت کلی اینو ساخته، بعد اومده تک تک این چوب رو اتچ کرده به کتاب رو اتچ کرده به شیشه رو اتچ، یعنی کل این بوفه یا ویترینی که شما دارید، کتابخونه که دارید میبینید، یک آبجکته. خب چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه هی مجبور نباشه که کتابه رو با قفسه زیریش گروپ بکنه، قفسه زیری رو با چوبای کنار گروپ در گروپ، و حالا به بحث گروپ هم میرسیم. اومده از این کار جلوگیری کرده و البته این سنت قدیمی هست، ما دیگه از ویری پروکسی که انشاءالله در بحث ویری با هم صحبتش میکنیم این کار دیگه منسوخ شده هست، ولی علی ای حال و متریال اونها رو به صورت مالتی ساب آبجکت، همین چیزی که الان با هم دیگه مرورش کردیم، اومده متریالشون رو جدا، مثلا گفته کتاب باشه آیدی 1، این جلد اینوری کتاب باشه آیدی 1، جلد اونوریش باشه آیدی 2، ورقای بینش باشه آیدی 3، چوب کنار این خدمت شما عرض کنم این بوفه باشه آیدی 4، شیشه باشه آیدی 5، بعد یه دفعه 100 تا آیدی درست شده، همه اینا رو تک تک آبجکت داده بهش و متریال داده و تخصیص داده به کار. حالا این ما یه وقت میبینید میخوایم همچین چیزی رو وارد کارمون کردیم، میخوایم کتابا رو دتچ بکنیم، یعنی از حالت اتچ خارجش بکنیم. اول من اتچ رو بگم، مگه این ادیت پولی نیست؟ خب مگه این ادیت پولی نیست؟ من میخوام این مابقی المان ها رو هم بهش اتچ بکنم. این اتچ رو میزنم، اینو سلکت میکنم، تمام شد رفت. خب ببینید اتچ شد. حالا میخوام استثنا این یه دیواره رو، این یه دونه رو دتچ بکنم. دتچ میتونم بکنم، اگه کلش رو بخوام دتچ بکنم باید برم تو المنت، بیام دتچ رو بزنم، تا این آبجکت جدا بشه. اصلا میکنم دتچ نشد، انتخابش میکنم و دتچ رو میزنم، الان به صورت یک آبجکت مستقل شد. حالا دوباره سلکتش میکنم و میام سراغ اتچ کردنش. اگر هیچ چی سلکت نباشه کل المنت رو میگیره، ولی اگه فیس رو انتخاب بکنید شما میتونید این یک فیس رو بگید دتچ شد. ببین الان این یه دونه فیس به صورت مستقل رفتار میکنه. پس این قضیه دتچ و اتچ هم خیلی مهم بود، باید میدونستید. بریم بحث فیس رو ادامه بدیم، ببینیم چه چیز دیگه باقی مونده. و من وقتی این کل کار رو سلکت بکنم میتونم اجازه بدید از اینجا 4 رو میزنم، فیساش انتخاب بشه، اسموث رو میارم. ببینید به صورت خیلی نرم برای من این کار رو انجام داد که میتونید مدیریتش بکنید دیگه. مواردی که در ادیت پولی بسیار بسیار خودم به کار بردم و گفتم احتمالا شما هم به دردتون بخوره، بازگو کردم. منتها ببینید ما بقیه مواردی هستش که شاید برید تو کنه مدل سازی به دردتون بخوره، ولی در سطح مهندسی معماری واقعا من نتونستم کاربرد خیلی زیادی در مدل سازی، حالا چه فضای سبز، چه اینتریور، چه آوتدور ازش داشته باشم. ولی با فیلم‌های آموزشی به عنوان مثال شما در سطوح اینترنت میتونید ورکشاپ‌های آموزشی به عنوان مثال یک ماشین رو نگاه بکنید که دقیقاً ببینید ما این ادیت پولی چه کارایی انجام میدن. ولی باز هم تاکید میکنم که اگر بیشتر از این وارد قضیه ادیت پولی بشیم از مباحث رندرینگ جا میمونیم، از مباحثی که بالاخره ما میخوایم این خودکار درستش بکنیم که بیایم یک تصویری به کارفرما ارائه بکنیم. خیلی خب این خودکاره هر چقدر که ما مدل سازیشو بلد باشیم خوبه ها، ولی خب چه کاری، این صدها نفر اومدن انواع اقسام این خودکار رو برای ما درست کردن و در سطح اینترنت ما میتونیم یا خریداری بکنیم یا به صورت رایگان استفاده بکنیم. یادگیری ادیت پولی آنقدری که برای یک معمار مهم هست شاید برای یک مدلیتور صدها برابر مهم باشه. پس ما خیلی ورود نکنیم بهش، بریم سراغ مباحث بعدی. ان شاءالله از جلسه بعد میریم
مباحث دیگه‌ای که به درد مهندسی معماری میخوره رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم. متشکرم.